خوش آمدی چطور؟ چیزی نشده جانم. دوست دختر ما آوردیم تا با مادر معرفی کنیم. ما هم دیگر بسیار دوست داریم. با خاطر هیچ کسی از خوشی‌های خود منصرف نمیشیم. حالا که مشکل تو فقط همراه من هست و میخوایی به من درد بدی، حالا که از من متنفر هستی، اگر جرأت داری پس بیا که حسابی کنیم. من منتظرت هستم. نفرید بود؟ نه بچیم نفری چی چتین است. من ازم حیا نکده برم پیام روان کرده. جالب است مرا اختارم داده. بسیار زورش داده مرا در میدان مبارزه دعوت میکنه. نخیر بچه مشکنی که اونجا نری. اعصابش خراب است، حتما زیاد نوشیده. ناخدا در بلا من رازی دیوانا. گشت مال از خنده. هر چقدر که قهر باشه هیچ کاری کردن نمیتونم. فکر کردیم از تو میترسم.